فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبرد و بر ماهواره نایل سات دعای آخوند مشرک. حالا که ذکر پاک اهل بیت علیهم السلام مطرح شد، همگی با هم دست دعا بلند کنیم. یا الله 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 یا محمد و یا علی یا فاطمه یا حسن و یا حسین یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان ادرکنا 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 ولا تهلكنا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولا ندوه. یا شاه مردان مدد، یا شاه مردان مدد، یا شیر یزدان مدد، یا مرتضی علی مدد، یا امیر المؤمنین صدقه سر حضرت علی اکبر علیه السلام. به این گداهای حقیر درگاه نظر لطف مولای ما، اگر شما نظر لطف نفرمایید ما برای ابدالآباد شقی و بدبخت یک نظر لطف مولای. یا امیر المؤمنین مدد، یا مرتضی علی مدد، یا شاه مردان مدد، یا شیر یزدان مدد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا صاحب الزمان ادرکنا، 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 یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان ادرکنا، یا صاحب الزمان ادرکنا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بینندگان گرامی، مدد خواستن از غیر الله متعال در مواردی که ویژه الله متعال است و در حیطه توان انسانها نیست شرک است. چه آن انسان نبی باشد یا امام و چه زنده باشد و یا مرده. اما این آخوند رافضی برخلاف فرامین الهی و فرموده های گرانبهای ائمه علیهم السلام هنگام دعا از ائمه مدد می‌خواهد. حال این که الله متعال همان خالق بی‌نیازی است که مخلوقات در سختی و مشکلات به او پناه می‌آورند و مسلمان‌ها در هر رکعت نماز این گونه به او تعهد می‌دهند: ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگارا، تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تو یاری می‌جوییم. الله متعال می‌فرماید: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. آیا معبودان باطل بهترند یا ذاتی که دعای درمانده را آنگاه که او را بخواند اجابت می کند و سختی و گرفتاری را برطرف می نماید و شما را جانشین یکدیگر در زمین می گرداند؟ آیا معبود برحقی جز الله وجود دارد؟ اندک پند می پذیرید. این آیه آشکارا دلالت می کند که حوایج را جز الله متعال کس دیگری رفع نمی سازد و نباید در حاجات خیش جز آن ذات پاک کسی دیگر را به فریاد بخوانیم. و می فرماید: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید
تا دعای شما را بپذیرم. بیشک آنان که از عبادت یعنی دعای من سرکشی می کنند به زودی خار و سرفکنده وارد دوزخ خواهند شد. و می فرماید وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. و چون بندگانم از تو درباره من بپرسند بدانند که من نزدیکم و درخواست دعا کننده را بدانگاه که مرا میخواند اجابت میکنم. پس باید دعوتم را بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا هدایت یابند. الله سبحانه و تعالی از آنها میپرسد أليس الله بكاف عبده. آیا الله برای بنده اش کافی نیست؟ آیا برای اینها کافی نیست که پروردگارشان فریادرس آنها باشد؟ آیا الله سبحانه و تعالی برای آنها کفایت نمی کند که دیگری را با او شریک می گردانند؟ البته خود آن بزرگوارانی که این روافض آنها را به فریاد می خوانند هرگز چنین باور و اعتقادی نداشتند و بلکه اهل توحید بوده و جز الله از کس دیگری مدد نمی خواستند. چنانکه در صحیفه سجادیه دعای شماره 20 روایت شده که امام زین العابدین رحمه الله فرمودند اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة وأسألك عند الحاجة وأتضرع إليك عند المسكنة ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين. بارالها چنان کن که به هنگام نیاز از تو یاری بجویم و به هنگام نیازمندی به درگاه تو تضرع و زاری کنم و مرا میازمای و به چنان وضعی مبتلا مکن که به هنگام مشکلات و در تنگنا افتادن از کسی جز تو یاری بجویم و به هنگام بینوایی به پیشگاه کسی جز تو خاضع شوم و به هنگام ترس در برابر کسی جز تو تضرع کنم و بدین وسیله مستحق خاری و محرومیت و روی برتافتنت گردم ای ارحم الراحمین. یا محمد و یا علی یا فاطمه یا حسن و یا حسین یا امیر المؤمنین صدقه سر حضرت علی اکبر علیه السلام به این گداهای حقیر درگاه نظر لطف مولای ما اگر شما نظر لطف نفرمایید ما برای ابدالآباد شقی و بدبخت یک نظر لطف مولای یا امیر المؤمنین مدد یا مرتضی علی مدد یا شاه مردان مدد یا شیر یزدان مدد یا صاحب الزمان ادرکنا یا صاحب الزمان ادرکنا یا صاحب الزمان ادرکنا. ناگفته نماند که حتی مشرکین مکه نیز به این درجه از کفر و شرک نرسیده بودند که در سختی و آسانی از غیر الله کمک بخواهند و آنها را صاحب بخشش و عطا بدانند و بلکه هنگام سختی ها فقط الله متعال را خالصانه می طلبیدند. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. و هنگامی که سوار کشتی شوند الله را خالصانه و مخلصانه به دعا می‌خوانند. پس چون آنان را نجات دهد
و به خشکی برساند باز ایشان شرک می‌ورزند. ولی شیعیانی که ائمه را فرا خوانده و از ایشان مدد می‌خواهند در سختی و گرفتاری به الله سبحانه و تعالی شرک می‌ورزند.